نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در تاجیکستان تقریبا کسی را حیران نکرد. برخی کارشناسان تاجیک بر این نظرند که توقیف هنوز در آغاز سال غالب آمده بود. همون واقعه ما ینوری و پس از آنم از آن گواهی میداد که مبارزه شدید برای منصب در اطراف نزدیکای خود نظربایف و یک گروه دیگری که میخواستند از همین فرصت استفاده کرده به سر قدرت بیارن، این همه اینا لغو شد. غالب بودن وی علاقه از ماه ینور بود. بر اساس اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات 81% رای دهندگان به طرفداری قاسم جمعت توقیف رای دادند. پرزیدنت امومالی رحمان صبح امروز همتای قزاقش را برای غلبه در انتخابات تبریک گفت. دوشنبه و آستانه شریکان استراتژی هستند و در 30 سال گذشته تقریبا تنش کلان نداشتند. سال گذشته دو کشور قریب 1.2 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. تحلیلگران نزدیک به مقامات باور دارند که در 7 سال آینده این همکاری ها زیاد می شود. هنوز در دوره اول انتخابات پرزیدنت قزاقستان قاسم جمعت توقیف ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان در اولویت سیاست خارجی قزاقستان قرار دارد و با اطمینان کامل گفته می توانیم که با دوباره انتخاب کردن قاسم جمعت توقیف رشد مناسبت‌ها میان این دو کشور در دایره منفعت‌های متقابله به راه مانده می شود. قاسم جمعت توقیف بعد قریب 1 سال اعتراضها انتخابات برگزار کرد، ولی معلوم نیست که دیگر کشورهای منطقه از این اعتراضات تا کجا درس گرفتند. اون حادثه‌ای که در قزاقستان رخ داد البته باید که برای کشورهای آسیای مرکزی، نه فقط برای کشورهای آسیای مرکزی بلکه برای همه کشورهای خودکامه یک درس عبرت باشد. ولی تا کجا این درس برای کشورهای آسیای مرکزی مؤثر می شود یا که نه، این قصه دیگر است. فکر کنم برای ازبکستان آنچه که بعدا در قره‌قزاقستان در نوکوس رخ داد، این یک درس عبرت شد، چون اگر اهمیت داده باشید میرزیویف پس از چند مدت همه اون نفرایی که در این تظاهرات ها اشتراک کرده بوده همه اونها را بخشید و رها کرد و این خود نشانه آن است که تاثیر مثبتی حادثه های قزاقستان. ولی برای تاجیکستان و ترکمنستان و قرقیزستان گمان نکنم که یگان تاثیری برای این حادثه ها مؤثر شد. قاسم جمعت توقیف برای 7 سال دیگر رهبری اول قزاقستان خواهد بود. این سیاستمدار کهنه‌کار بعد واقعه‌های ماه ینور تلاش کرد بعضی اصلاحات ها گذراند، هرچند برخی ها در دوشنبه به تغییرات کلی در قزاقستان امیدوار نیستند. توقیف هم کوشش دارد که از اون سیاستی که نظربایف داشت دست کشد و به قول یک لیدری نو شود، ولی گمان نکنم که اون چیزی که مردم قزاقستان میخواهد توقیف خواسته های اونها را برآورده تواند. انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در پس منظر بازداشت‌های فعالان و مخالفان این کشور برگزار شد. در روز انتخابات نیز در شهر الماتا پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. هیچ یک از نامزدهای مخالف به این انتخابات راه نیافتند. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی، دوشنبه.